بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. طبق نظرسنجی بعضی از بچه‌ها ازم خواسته بودن که روش استفاده نامحدود از چت جی پی تی 4 رو براشون ویدیو درست کنم. گوگل که شدین اکسپنس LLM رو سرچ کنین، اکسپنس LLM، بعد با همچین چیزی مواجه میشی. این سایت اصلیشه که اینم نمادشه. روش کلیک کنین، وارد سایت که شدین اینجا یه ارلی اکسس میبینین، روش کلیک کنید. بعد اینجا باید تقریبا فکر کنم 6-7 سال جواب بدین تا لینک دانلود براتون فرستاده بشه. استارت رو بزنید. سال اول گفته که تجربتون با یا LLM چجوریه. من گزینه رو انتخاب کردم. بعد گفتن که جاب یا رولتون چیه و من استودنتم. اینم انتخاب میکنید. بعد پرسیده what is the size of your company. I'm a student. و سال بعدی گفته که which industry you are working. منظورش رشته‌تونه یا شغلتونه. و من کامپیوتر ساینس. بعدش گفته که is your company actively adopting AI in the workplace. من گزینه رو انتخاب میکنم. شما با توجه به جایی که کار میکنید یا شغلتون انتخاب کنید. بعد سال آخر گفته lastly how did you hear of us. شما شاید براتون اینستاگرام یا یوتیوب باشه و من آدر. اینجا در آخر با ایمیلتون وارد کنید که لینک رو براتون بفرستم. بعد از اینکه ایمیل رو وارد کردین سابمیت رو بزنید. با همچین صحنه روبرو میشین. دانلود اکسپنس اینجا واسه ویندوزه. اگه مک یا لینوکسین میتونین از این گزینه انتخاب کنین. من دانلود اکسپنس رو میزنم. الان اینجا میتونم دانلود کنم. بعد نصبش کنید، روش کلیک کنید. بقیه نصبش خیلی راحته، فقط نکست بزنید همه چی حله. خیلی سریع نصب میشه بدون هیچ معطلی. الان با صفحه لوگین ویت براوزر و کرییت اکانت با صفحه ساینین مواجه میشیم. و من خودم لوگین ویت براوزر آسان تره، اون دیگه شما هر چی دوست دارید. اینجا میتونید ایمیل و پسورد وارد کنید یا کانتینیو ویت گوگل رو بزنید. برای من این راحت تره، اون دیگه بسته به خودتون داره. اوپن اکسپنس رو کلیک کنید. اینم انجام شد. حالا شما وارد صفحه LLMتون شدین، واسه برنامه‌تون شدین و میتونین من ویدیوم قطع شد. اینجا الان میتونید وارد برنامه‌تون شدین و میتونید شروع به چت کنید. تنها چیزی که با اینجا بهتون توضیح بدم بقیه چیزا شبیه چت جی پی تیه با یه خورده تغییر یا تفاوت. بیاین این پایین اینو که کلیک کنید میتونید انواع LLM ها رو ببینید و LLMی که مورد نظرتون هست رو انتخاب کنید. مثلا چت جی پی تی 4 یا دیپسیک آروان یا لاما، هرچی که بسته به کارتون. ولی خب پیشنهاد من خودم همیشه ترجیح چت جی پی تی 4 یا بعضی وقتا دیپسیک آروان. حالا میخوام بهتون واسهتون یه پرامپت هم اجرا کنم که سرعت و دقتش هم ببینید. اینجا میتونین فایلتون رو انتخاب کنید. یه فایل انتخاب کنید. اگه فایل دارید میتونین عکس بدین، اگه عکسی دارید یا هر چیز دیگه ای. من این مقاله رو انتخاب کردم و میخوام سوالمو بپرسم. منتظر بمونیم. اصولا زود جواب میده، همونطور که داریم میبینیم داره جواب میده. بعد کلا به نظرم جوابش درسته. اگه من این مقاله رو براتون باز کنم ببینید، تایتلش To are facilitating search in VR with the assistance of vision large language models. تقریبا به نظرم که جوابش تقریبا درسته، تقریبا که نه، ولی خب حالا امیدوارم این آموزش به دردتون بخوره. میتونین خودتون داخلش سرچ کنین ببینین چه کارایی داره. خوشحال میشم اگه چیزی یاد گرفتین با من در میون بذارید و اینکه از این به بعد دوست دارم از این چیزا بیشتر بذارم در مورد چیزای علمی و بتونیم در کنار هم چیزای جدید یاد بگیریم و به هم دیگه کمک کنیم. دوستتون دارم. امیدوارم همیشه تو زندگی